انقلاب کردیم که وضعمون این بشه. حضرت آقا در بیانیه گام دوم می‌فرمایند فاصله میان بایدها و واقعیتها وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است و در طول این 40 سال در مواردی بارها و بارها طی شده است. بله، یه جا قرار بود باشیم، یه جا هستیم. این دو تا هم فاصله داره. در طول این 40 سال تو خیلی از جا ما این فاصله ها رو طی کردیم. ما 40 سال پیش ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم. در سال 60 و 61 17,000 شهید ترور داشتیم. الان امن‌ترین کشور دنیا در ناامن‌ترین نقطه دنیا هستیم. ما 40 سال پیش سیم خاردار نمیتونستیم بگیریم. 3 تا کامیون از یوگسلاوی برامون سیم خاردار آورد که از شوروی رد بشن پشت آذربایجان. شوروی اینا رو گرفت. الان موشکای نقطه زن ما داره چه کار میکنه؟ فلسطینیا با سنگ داشتن میجنگیدن. میبینید که داره موشکا چه کار میکنه. در علم ما جز 50 کشور در تولید علم دنیا نبودیم. الان 15 کشور در تولید علم دنیا هستیم. ما اصلا جزء کشورهایی نبودیم که جزء 1% مقالات تاپ و پر استناد دارن. الان 3.1% مقالات پر استناد مال ما هستش. ما جزء 30 کشور در ثبت اختراع نبودیم. الان جزء 7مین کشور دنیا در ثبت اختراع هستیم. 40 سال پیش فقر ما 46% بود. 8 سال پیش به 8.1% رسید که متاسفانه تو این 8 سال افزایش پیدا کرد. امید به زندگی ما یعنی میانگین عمر افراد در جامعه 40 سال پیش از تمام کشورهای منطقه پایین‌تر بودیم. از شوروی و تمام اقمارش پایین‌تر بودیم. از تمام کشورهای آمریکای جنوبی پایین‌تر بودیم. الان از تمام این کشورها بالاتر هستیم. در شاخصه توسعه انسانی یعنی HDI ما بالاترین رشد شاخصه توسعه انسانی رو در این 40 سال داشتیم. تو بحث برابری حق تحصیل دختر و پسر WEF یعنی انجمن جهانی اقتصاد میگه ما رتبه 1 دنیا در برابری حق تحصیل دختر و پسر هستیم. کجا بودیم کجا هستیم؟ فاصله میان بایدها و واقعیتها خیلی طی شده.